آخه فیلم من یاد انداخت دکتر، باورت نمی‌شود. اما من عاشقانه ترین‌ها را از میدان جنگ برای سرودم، از لابلای مین‌ها، از میان جسدها، در هیاهوی ستای خمپاره‌ها و تانک‌ها. وقتی خون جاری بود دستم می‌رفت و زخمی‌ها ناله می‌کردند، بعضیشان آتش داشتند، آب می‌خواستند و من دستانم خالی بود. عاشقانه‌ها را همان داشتم. خیلی صلح بریتانیایی صلح آمریکایی رو گفت آقای دکتر احمدی. من مطمئنم صلح ایران اگر صلحی ممکن باشه ایرانیش و بحث ما در واقع درباره صلح ایرانی است که دعوت می‌کنم ابتدا آقای دکتر فاضلی عزیز مشاهدی ما هم هستن، عراقی‌ان و آقای دکتر مجددی عزیز این حتی من نسیم براتون خب سلام رو عرض ادب میکنم. خسته شدید دیگه مطمئنم و این نفس آخر خسته کننده است. من هم زیاد صحبت نمی‌کنم. تشکر میکنم از آقای دکتر امیرخانی عزیز که این همایش باشکوه رو برگزار کردن و از مشاهده برای و همه کسانی که تلاش کردن که این گردهمایی تشکیل بشه. سپاسگزاری می‌کنم که فرصت هم دادن تا من خدمتتون باشم و کتاب صلح ایرانی در جستجوی مسیرهای صلح در ایران امروز رو امروز معرفی بکنیم و رونمایی بشه. خصوصا یک رونمایی مؤسسه پژوهش‌های خاورمیانه برگزار کرده بود. خیلی هم خوب بود، برای من جالب بود چون جمعیت خیلی زیادی اومد و فکر نمی‌کردم اون بعد از کسی حالا بیاد برای رونمایی کتاب، ولی فوق‌العاده برای من شورانگیز بود و شگفت‌انگیز بود. نشون میده که مردم هنوز دوست دارن اگر کسی باشه و این گفتگو رو شکل بده. من فکر میکنم درباره کتاب اصلا چیزی نگم تا اونایی که دوست دارن رو بگیرم بخونن و تازگیش رو از دست ندیم. ضمن اینکه من بلدم نیستم یه چیزی رو تکرار کنم، من تا نمیگم، یعنی اگه شروع کنم گفتن قطعا همونی نمیشه که وفادار باشه اون کتاب هست. فقط قصه کوتاه بگم که چی شد که این کتاب به وجود اومد. سال 99 انجمن علمی مطالعات صلح ایران همایشی برگزار کرد تحت عنوان علوم انسانی و صلح و حالا خانم دکتر کشیار عزیز رئیس انجمن علمی صلح ایران هم تشریف دارن و این زمان آقای دکتر مقصودی رئیس انجمن بودن. از من خواستن که من دبیر این همایش بشم و این همایش خیلی خوب شد بخاطر اینکه ما از تمام رشته‌های علوم انسانی اجتماعی دعوت کردیم از استادان که بیان به این سوال پاسخ بدن که علوم انسانی و اجتماعی چه کمکی میتونه به صلح بکنه و حالا هم از حوزه روابط بین‌الملل علوم سیاسی که خب خیلی خودش رو مالک این حوزه میدونه و به هر حال سر پرشویی برای جنگ دارن و هم حوزه‌های دیگه در اقتصاد و فلسفه و ادبیات و برنامه درسی و علوم تربیتی و انسانشناسی و اینها. و این همایش خیلی گرفت واقعا با اینکه همون سالی بود که کرونا هم بود ولی خب خیلی استقبال پرشوری از این همایش رو چندین پیشنشست برگزار شد تو شهرستان‌های مختلف و منم این موقع تصور نمی‌کردم که این استقبال همه‌گیر از بحث
صلح و علوم انسانی بشه. ولی خب اون موقع یک ایده‌ای در ذهن من شکل گرفت که علوم انسانی، چون به هر حال این علوم فرهنگ عمومی جامعه مدرنه، این یه واقعیتیه گرچه خیلی ها نمیخوان بپذیرن و براشون خیلی سنگینه این حرف، ولی خب یه واقعیتیه که علم انسانی اجتماعی جدید این زبان و فرهنگ جامعه جدیده. و همین دلیل هم هست وقتی که این علوم حرف میزنن اینا میشن مبنا و استاندارد جامعه جدید، نه هیچ کس دیگه. البته اگه زور دارن خب زور دارن دیگه، این کار ندارن، ولی برای جامعه همینه. جالبه که همین چند روز پیش هم گزارش منتشر کرده بودن راجع به اینکه مورد اعتماد ترین گروه‌های مرجع جامعه رو، خیلی عجیب بود. اول خانواده بود، بعد استادان دانشگاه. اینم خیلی خبر بدی برای عده دیگه، چون بعدها سالهای طولانی برای مشغولیت بوده استادان دانشگاه و دانشگاه زحمت کشیده شده. ولی خواهی در مثلا می‌بینیم که طرح‌نگرش‌های ایرانیان میگه بعد از خانواده همین استادا هستن و اعتبار استادا هم عمدتاً اون استادایی هستن که حوزه عمومی و افکار عمومی دارن زبان جامعه هستن. برای همین هم هست وقتی اینا از صلح حرف میزنن استقبال میشه. استقبال خیلی مهم و معناداری در جامعه ایران میشه. امروز هم خب می‌بینیم دوستان تشریف دارن ازش استقبال شده. همین کتاب با اینکه هنوز یه هفته نشده منتشر شده دیگه همیناش مونده، چون چاپ دومش رو همین چند روزی منتشر میکنن. ببینید من بر اساس همین زمینه فکر کردم که یعنی از انشاءات حمله خب من تماس گرفتن، گفتن که نمیخوان استادان علوم انسانی بپرسین که درباره صلح این موقع تازه این داستان تازه شروع شده بود چیزی بگن و همچنین خود فضای ایران هم داستان‌هایی که می‌دونیم بود. اونها نمیخوان بگن که وضعیت صلح تو ایران چجوریه و برای ارتقاء صلح چه کارایی میشه کرد و منم خیلی استقبال کردم به اون زمینه‌ای که داشتم و شروع کردم به گفتگو کردن با استادان فرار اول ایران، همونایی که اعتماد جامعه به اونا تکیه میکنه بعد از خانواده، اونها هستن محل رجوع افکار عمومی و اعتماد اونها. اونا مراجعه کردم از حوزه‌های مختلف، از ادبیات و دین و عرفان و علوم سیاسی و اقتصادی و فلسفه و علوم اجتماعی و تمام حوزه‌ها. گفتم که این بحث اینجوریه و دوستان هم خیلی استقبال کردن و برای منم جالب بود. خیلی صمیمانه استقبال کردن و هر کدومشون در حوزه‌ای که کار کرده بودن مطالبی رو لطف کردن و دادن و انشاءالله همراه هم اینها را خیلی سریع حالا تا اونجایی که ممیزی ارشاد اجازه میداد اینها رو منتشر کرد و کار اینجوری هست که در خدمتتون هست. اما این کتاب یک نکته توش هست که امیدوارم که این نکته مورد توجه شما قرار بگیره دوستانی که میخونن. خب من چند نفر دوستان که خوندن تو همین چند روز خیلی کتاب ستایش کردن از جنبه‌های مختلف. من نمیگم، میذارم به عهده خودتون تا شما قضاوت داوری کنید. اون نکته مهم همون عنوان این کتاب هست، صلح ایرانی. ممکنه که برای برخی این مفهوم معنادار نباشه و برای بعضی عکس این خیلی خیلی اتفاقا معنادار باشه. میخوام خواهش بکنم از دوستان، استادان و صلح اندیشان و پژوهشگران حوزه صلح که به این مفهوم فکر کنن لطفاً. آیا ما میتونیم
سازه مفهومی و معنایی به نام صلح ایرانی داشته باشیم یا نه. آقای درویش، مهندس درویش که از رهبران جنبش محیط زیست ایران هست، دیروز توی مراسم رونمایی خیلی صمیمانه نکات شگفت انگیزی رو گفت. مثلا توضیح داد که چطور از مفهوم صلح زیسته استفاده کرده، چطور تجربه‌های صلح در زندگی ما وجود داره او از منظر محیط زیست. مثلا میگفت دوستایی هست به نام دیزباده بالا که و یادم مثلا فریدون شهر که 411 ساله که اینها سرشون نزاع در نگرفته. فریدون شهر که 15 نفر دیزباد که 15 نفر جمعی داد، فریدون شهر نمیدونم چقدر یادم رفت حالا رو نگاه کنم. فرهنگ اونجا فرهنگیه که با طبیعت سازگار شده. توضیح میداد آقای درویش که چطور مراقب زنبورا هستن، مراقب کبوترها و پرنده‌ها هستن، نه فقط مراقب آدم‌ها. مثال‌های متعددی تا نمیخوام وقت جلسه بگم. خب همه الان هم یک نمونه در این فیلم دیدیم که چطور آیینی به نام برای میانجیگری برای صلح وجود داره که در جای سیستم قضایی رو ایفا میکنه. نمونه دیگهش که من حالا دوستان دیگه هم دکتر کشیورم تو انجمن امسال نوروز رو گذاشتن تقریبا نوروز صلح و یادداشت‌های متعدد دوستان نوشتن که در کل منطقه فرهنگی ایران نوروز آیین صلحه. در سطح جهانی هم می‌دونید که سال 21 مارس هر سال رو روز جهانی صلح، یعنی روز نوروز جهانی صلح می‌دونه، فرهنگ ترویج فرهنگ صلح. و این هم بی‌مبنا نیست، اینجوری نبوده که مثلا سیاستی بوده، نه، این هیچ آیینی به اندازه نوروز در جهان وجود نداره که هم در سطح محلی خانوادگی هم در سطح فرامحلی فراملی این گونه پیام‌آور صلح باشه. هیچ آیین و هیچ مذهبی در واقعیت تجربه مذهب و آیین انسانی وجود نداره که هم وزن نوروز تار و پود صلح رو در خودش تنیده باشه. خب این هم یک بچه دیگه است. صلح ایرانی که میگیم اون صلح زیسته است یا اون صلح آیینی است. یا اگه برگردیم سراغ ادبیات، حالا استاد شهبازی هم مقاله‌ای دارن و دیگران هم آقای موسی اکثمی و آقای فرزادخواه و دیگران هم اشاره کردن به این تاروپودهای معنایی صلح که در فرهنگ ایرانی تنیده شده. نمیخوام بیشتر از این باز کنم، فقط میخوام بگم از جنبه‌های گوناگون میشه به این مفهوم اندیشید. آقای اکثمی توضیح میده که از در اوستا مفهوم آشتی چطور مفهوم بنیادی است که زرتشت و اوستا بر اون استوار شده. یا در شاهنامه باز ایشون میگه و دیگران هم مفصل کار کردن، شاهنامه آیین صلحه و خرد ایرانی بر صلح استوار شده. این از این نکات بسیار مهمی که در فرهنگ ما هست. حالا صلح ایرانی که میپرسیم این مفهوم رو اگه بخوایم از منظر انسانشناس نگاه کنیم، حتما میدونید که یکی از مشهورترین کتاب‌های قرن بیستم که میلیون‌ها میلیون تیراژ منتشر شد کتابی است به نام Patterns of Culture، الگوهای فرهنگ، مال روت بندیکت. این کتاب متأسفانه کتاب کلاسیک به فارسی ترجمه نشده ولی به 60 زبان دیگه ترجمه شده. مرکز کوتاهی من بوده که این کتاب ترجمه نکردن. و یکی از حرفای جالب روت بندیکت همین بود که من 3 تا قبیله رو مطالعه کرد، پایگاه‌ها، زونی‌ها و دوبوها، و نشون داد که در برخی از فرهنگ‌ها فرهنگ صلحن، برخی از قبایل فرهنگشون صلحی، در اونجا رقابت خصمانه وجود نداره، بر پایه همیاری استواره، همه زندگی بر اساس اون استوار شده. و برخی از فرهنگ‌های دیگه
درست نقطه مقابلن و برخی دیگر ترکیبی از اینجا هستن و این از یک مطالعه تجربی 3 قبیله نشون داد که بعد از اون یک گفتمان بزرگی در علوم اجتماعی و انسانشناسی به وجود اومد و نظریه فالشان پرسونالیتی شکل گرفت. یعنی میخوام بگم این ادعا به لحاظ آکادمیک هم وجود داره که فرهنگ‌ها میتوانند صلحجو باشند یا میتوانند جنگجو باشند. معناش اینه به تعبیری که بندیکت و بعدا مارگارت مطرح کردن، اینکه عنصر صلح اگر باشه تمام تار و پود معنای زندگی، الگوهای مربوط به کشاورزی، دامپروری، اقتصاد، الگوهای مربوط به مدیریت، سامان اجتماعی به جای رقابت خصمانه بر همیاری دوستانه استوار شده. خب این ادعا در مورد ایران وجود داره. میدونید که آقای مرتضی فرهادی انسانشناس بزرگ و بزرگوار کشورمون که خداوند سایه‌اش رو بر سر ما مسلم بداره، یه عمری تلاش کرد برای توضیح انواع یاریگری در فرهنگ ایرانی و کتاب‌های متعدد نوشت برای این کار. تا تمام روستاهای ایران رو زیر پای خودش گذاشت و کارهای میدانی عظیمی کرد تا بتونه اون رگاهای فرهنگ صلح و فرهنگ یاریگری رو در فرهنگ ایران نشون بده. خب من بیشتر از این نمیگم حالا، چون به هر حال اینجا جای روابط بین‌الملل و جای جنگ و له‌وخورد و خلاصه این چیزاست دیگه، پای دولت مردم و جمهورها و قبالا و شارکانا و این چیزاست دیگه، چون اینا بندگان خدا سر کارشون با این فضای سیاست تو جهانیه که پر از اینها هست. اگرچه برخلاف صحبتی آقای حسینی کردن و برخلاف دلشون باشن، جهان به شدت به طرف صلح میره. پژوهش‌های متعدد تجربی داره نشون میده این رو. حالا درسته که در جهان واقعیت‌های بسیار تلخی وجود داره، هم در ایران، هم در غزه، هم در آفریقا، هم در جاهای دیگه وجود داره. ولی وقتی که تاریخی نگاه کنیم، پژوهش‌های اسلام پینکر و دیگران من تو مقدمه رو آوردم داره نشون میده که خشونت تو جهان بسیار بسیار بیش از اون که تصور کنیم کاهش پیدا کرده. روندهای جهانی در مسیر کاهش خشونته. البته ما دوست داریم بهمون دروغ بگم، دوست داریم که آوردن تو چیز که چی میگن رسانه ها هر چقدر خبرها خونبارتر باشه، هر چقدر فاجعه عمیق‌تر باشه، بیشتر توجه ما رو جلب میکنه. ولی خب تحقیقات جهانی نشون نمیده. البته خیلی خوبه که ما نواقص و معایب و خشونت‌ها رو ببینیم، این به معنی نیست ما نبینیم، ولی یادمون باشه که مسیر جهان مسیر صلحه. از این حیث ما خشونت‌ها رو می‌بینیم که این موانع اینا رو هم برداریم، نه اینکه جهان داره خشونت بارتر میشه، نه، جهان به مراتب بیش از اون که تصور بکنیم خشونت‌هاش کاهش پیدا کرده. خب حالا از اینجا بعد اون سوال اینه که سهم ما کجاست؟ سهم ما مردم ایران. ما چه سازه‌ای از صلح داریم؟ ما ایرانی‌ها ببینید صلح زبان زندگی و زبان جهانی است، اما مردم جهان هر کدوم با گویش خودشون صلح رو به سخن در میآورن. گویش ایرانی صلح چیه؟ آیا تا حالا این اندیشیدین؟ آیا همت کردین که از درون تاریخ و جغرافیا و ادبیات و عرفان و دین و الهیات و فلسفه و منابع خودمون سازه مفهوم صلح ایرانی رو ارائه کنیم یا نه؟ به قول آقای مهندس بهشتی یه سخنرانی ازش گوش کردم، مسئولیت ایرانی بودن، خیلی زیبا بود. گفتش که ایرانی ها شعر هر چیزی رو می‌سرایند و این خیلی درسته واقعا. او مثال هایی میزد که میگفت مثلا پل که میسازن 33 پل رو میسازن، پل خواجو رو که شعر خوده. قالیچه ایرانی شعر بافتنی هاست.
معماری ایرانی هم همینجوره و در تمام عرصه ها. ما در حوزه سیاست و در حوزه صلح هم باید شعر صلح رو بسراییم. این به معنای نگاه رمانتیک داشتن نیست، این به معنای اون جایگاهی که ذائقه و ذوق ایرانی داره. ذائقه و ذوق ایرانی ذائقه زیبایی شناسانه است. درسته که تلاش کردن اینو از ما بگیرن، ولی خب این واقعیت تاریخی از ما ستودنی نیست. کسی نمیتونه از ما بگیره. فرهنگ ایرانی فرهنگ موسیقی، فرهنگ رقص، فرهنگ آواز، فرهنگ خوشنویسی، فرهنگ زیبایی، فرهنگی که نمیتونه از اینا فاصله بگیره. در حوزه سیاست هم همینه. در حوزه سیاست هم، در حوزه روابط بین انسانی هم، در روابط در خانواده هم، در فردی هم، در تمام عرصه ها ما باید بتونیم اینجا شرح دادم که یک اوتوپیای واقعی، چون صلح مفهومی است معطوف به آینده، چشمانداز جامعه است برای حرکت خودش. از این منظره که اگر ما شعر صلح رو هم بتونیم بسراییم، یعنی اون روایت اوتوپیایی واقعی رو و ممکن رو بسراییم و روایت بکنیم، یعنی ما دانشگاهی‌هایی که این وظیفه رو به عهده داریم برای آینده چشماندازی طراحی میکنیم که از درون قابلیت‌های واقعی ما میجوشه. ببینید اونایی که این کارها رو میکنن کارهای بزرگی میکنن. من یک یادداشت کوتاه دیدم 4-5 هزار کلمه از آقای احمدوند که اومده بود کتاب، دیروز هم تو صحبتم گفتم خیلی برای من زیبا بودون، نوروزنامه خیام رو از منظر صلح بازخوانی کرده بود. خب کشوری به فرهنگی که خیام داره و میتونه بر اون مبنا صلح رو بازآفرینی بکنه، اون استعداد 1000 ساله، همون کسی که همون خیامی که نوروزنامه رو می‌نویسه و او همچنان از بزرگترین آثار کلاسیک انسانشناسیه که یک انسان میتونه بنویسه. من در همین نسخه جدید نوروز نوشتم که انشاءالله 24 میشه، اون مفصل شرح دادم که چطور روایت خیامی از نوروز میتونه کل ساختار عاطفی شناختی انسان ایرانی رو شرح بده، حتی امروز رو میتونه شرح بده. ما البته دوست نداریم به سراغ فرهنگ ایران بریم، میدونید، و این خودش مشکل ایجاد کرده. ولی من میخوام این سوال رو، این تقاضا رو از دوستان بکنم، دوستان دانشگاهی که این حضور دارن، مسیرهای صلح رو از منظر صلح ایرانی اگر میشه گفتگو کنیم، نقد بکنیم، حالا چه از منظر دین باشه، عرفان باشه، ادبیات باشه، تاریخ باشه، فلسفه باشه، علوم اجتماعی باشه، یا روابط بین‌الملل باشه، اقتصاد باشه، هر عرصه‌ای. اینجا توی این کتاب 4 بخش کردیم: صلح اجتماعی، صلح فرهنگی، صلح سیاسی و صلح اقتصادی. من تفسیر خودم رو گفتم. من تفسیر خودم رو از مجموعه 22 مقاله‌ای که استادان نوشتن گفتم. نمیگم تفسیر منم احتمالاً مورد تایید همه دوستان ممکنه نباشه، ممکنه باشه، چون هنوز گفتگویی نکردم، فهم خودم اون ویراستار گفتم. تفسیر من اینه که روایت ایرانی از صلح فرهنگیه، نه فرهنگ صلح. اینا رو توضیح دادم فرقشون چیه. خب توضیح دادم که وقتی که این متن‌ها رو می‌خونیم، 22 متنی که دوستان نوشتن، روایتشون و این روایت از فرهنگ صلح فرهنگی با اون روایت تاریخی از فرهنگ ایرانی سازگاره. خب با اون روایت تاریخی سازگاره. من صحبتم رو تمام می‌کنم. روز قصه هم گفتم، قصه چون به دل خودم نشست برای شما هم میگم. اگر میخوایم بدونیم صلح ایرانی چه نوع چیزی، به 1001 شب نگاه کنیم. قصه 1001 شب قصه شگفت انگیزی است. درسته که به عنوان شگفت انگیزترین قصه تاریخ بشر هم شناخته میشه. این قصه از دوره ساسانی و از انوشیروان عادل شروع شد. قصه دو تا شهریار، 2 تا پادشاه، یه برادر بودن و به همسرانشون بهشون خیانت کرد و
اینها برای انتقامگیری از زنها شهریار، البته شهریار به شاه زمان، شهریار برای انتقامگیری از زنان هر شب یک دختری رو با شنبسته میشد و صبح میکشتش. وزیرش 2 تا دختر داشت، گفتن که اجازه بدید ما این بار داوطلب بشیم. یکیشون شهرزاد گفت من بلدم چیکار کنم که این داستان به پایان برسه و او رفت و از همون شب شروع کرد براش قصه خوندن برای شهریار. شهرزاد قصه خوند و شاه اینقدر مفتون این قصه شد که گفت تا صبح ادامه پیدا کرد و صبح گفت خب بقیه قصه رو فردا شب برام بگو و او 1000 شب طول کشید و از این در این 1000 شب فرزندی از آورد و او تونست شاه سرکش رو آرام کنه و او دست برداشت از انتقام، از کشتار و از خشونت. این فرمول فرهنگ ایرانی است که میتونه با قصه گفتن، با زبان و با عاملیت زنان جنگ رو و خشونت رو به صلح و به آشتی تبدیل بکنه. ما سالهاست این رو فراموش کردیم، چون سالهاست که قصه خواندن و قصه گفتن و قصه نوشتن و اصلا خوانایی و نویسایی رو فراموش کردیم. امیدوارم که صلح ایرانی بتونه کمک بکنه و دوستانی که هستن از این زاویه هم بهش نگاه کنن، اگرچه این زاویه لزوما نه تنها زاویه است نه کامل کننده است. بحث صلح پیچیده‌تر از این حرف است. یک مسئله سنگالی هست که میگه صلح همه چیز است. این البته هم خوبه هم بده، چون وقتی صلح همه چیزه، اقتصاد هست، سیاست هست، فرهنگ هست، از همه چیز هم میتونه آسیب ببینه. امیدوارم که صلح ایرانی به کمک صحبت‌های شما و اندیشه‌های شما گسترش پیدا بکنه و این گفتگو هرچی بیشتر رونق پیدا کنه. خیلی ممنونم.